من گفتم که تو بالای سری بچه ما لانا میمونی و تخم میمونی. اگه بچه ما تیا دوست میداره، میدونی که تیا دوست میداره، تیا مهربانی میکنه، زنک جان میگه، اصلی که میگه، دیگه بالای سری بچه میبروی. بچه ما کستوقشو میکنی، خونم کلینو. رجب علی ایبرانی. زنک جان؟ او زنک جان. زنک جان. زنک جان نبی؟ او زنک جان. لبای. السلام. سلام زنک جان. چیو داری؟ نقد رحمت. نقد رفت آمدید. خدا را شکر. بیارید. خسته نشدی آخه؟ نه رحمت. کاراتون چی شد؟ خدا را شکر. کارا بهترین زنک. با روزی که ما تو یکجا شدیم و زندگی مستقلانه قدم گذاشتیم با کارام بهترین خوبترین شدم. اصلا نه خستگی را حس میکنم، نه موندگی را حس میکنم، نه دشواری کار را حس میکنم. خیلی که زنک وقتی میام یک خنده خودت، یک سخن خوبت، یک مهر و محبت خودت، همه درد، همه گفتی هم گپ و مشکلی کارا برطرف میکنم. زنده باش زنک جان. یگون چای گرمه، یگون آب خنک کردی بیا. حاضر. ای زنک. هزاران بار شکرانه پروردگار برای بدنت. قدرش یک بار خدا رحمتش کنه، یک بار زنک جان نگفت. اینا بید ایمه شدگی زنک جان. ایسونا میکشنی. دیگه اینا زنک جان نشان میتیم در دقیقی و زنک جانت. السلام علیکم اوچه جونی من. و علیکم السلام. استراحت داری هر اوچه جون؟ خیلی دیگه چیکار کنیم استراحت میکنیم؟ خداوند خطر داده اوخی اوچه. کلین هست، کلین همه خدمت میکنه اوچه. گفتی هم گپا فقط جای شما چیه اوچه؟ اینجا شیده استراحت کردن، کلین فرمان دادن. وظیفه کلین چیه اوچه جون؟ برای شما خدمت کردن. خدمت کردی سه اوخی اوچه؟ کلین چه خدمت کرده؟ در همی سکسیه، در همی قطیچه چی کاره که کلین خدمتی مرا کرده؟ همی یا پلیساز کتی فیس کرده، یا آوا که گرم کتی دو کاسه ترق کرده، دو لباسی مرا در دوری همو автомат انداخته برو آوره خدمت کرده. منتباری میکنی برای من کلین خدمت میکنه. تیزونه میکشی؟ ایدر درآمدن و جایی که اوچه جان گفته دروی زنک جان. این کلمه را کجا پروردی تو؟ تا مردکوی همسایه زونه میکشی. همین مردکوی همسایه فهمن چی میگم؟ تو یکم بودیدی که پدر مرا زنک جان گفت. زنک جانی ما، اصلی کوی ما، جانکی ما، زندگی ما، شیرینی ما، نواتی ما، دانه ما. ای نام داره. اوتش نام مونده. یکم تشرک محیو یادم؟ من نمی سه چهار بچه مجبوری زن دادم. دوست داشتهشون ندادم. اگه تو ایلکه و اولیا و کنجه دوست داشته تا دادم. او احتیاط که با بلوی سر درآمده خونه نکنم تخمانه. این مکریزم بسیار بلویه. یک گپی زیادتی تو نمیفهمون بچه. هر دو دینه میخونه خوش آمدی. دوستان عزیز، برای پول کار کردن، برای معاش خوب گرفتن، برای به آرزوهاتون رسیدن شما دیگه در کار نیست که برین در گرمی و سردی کار کنین. شرکت فابریک برای هر یک شما شرایط خوبی کاری فراهم آورده که شما میتونید در خونه بشینید، خونه نبرین، توسط هم تلفن موبیلیتون کار فعالیت خودتون بیزنس خودتون پیش برده در یک مکان کم از 3000 سرکرده تا 15000 تومانی پول به دست بیاره. برای به کار قبول شدن شما در دیپلم لازم نیست، زبانهای خارجی دانستن لازم نیست، یگون کس التماس نمیکنه، یگون کس یگون دیرم نمیتین. دانشجو دخترکا 100% میتونید کار کنین. اپایی که در کارخونه دولتی، کارخونه شخصی کار میکنه، شما رو هم 100% میتونید که کار کنین. یا اپا جون ما شما دو توصیه میتونم. اپای فروغ بانو ستارشی دیرکتوری شرکت فابریک 1.5 سال میشه اپای ما در شرکت فابریک کار و فعالیت میکنه. در همین قدر مدت اینا نگاه کنین. 381000 تومانی درآمد دیگه این چونین غیری برای تولد هر یک فرزندش 10800 تومانی گرفتگی. دوستان عزیز میتونین اپا جون ما در واتساپش بنویسین، حاضر که کار سر کنین، کار یاتون میته. بعد نگفتن هم در شرکت فابریک کار کردن چی خوبیا داره.
21 روز پس معاش میگیرین، غیر معاشتون هر ماه این خیلی توفه میگیرین. غیر توفه وقتی که شما 2 ماه در شرکت فابریک کار میکنین دیرکتور میشین، در این حالت 20,000 سومانی از جانب شرکت توفه میگیرین. این چونین یک چلای طلای دیگه از جانب اپای فروغ جان. برای همین حرکت میکنیم، 2 ساعت وقت در یک روز صرف میکنیم، نه که هر ماه این خیلی معاشای خوبه و دست میبریم. حرکت کنین، حاضر که بنویسین 2 ماه 3 ماه 20,000 بگیرین، ای توفه رو هم بگیرین، آش جانتون شوه با پیش. یک گپی زیادتیتون هم میفهمون بچه، هر دو دینه میخونه خوش آمدی. خب اوچه چیزی که شما میگه اوچه هم اوچه جان ما با اجازه شما برامه یک کم ترک کار دارم. مالی زنک نبای اوه آرگه برای شما میم دارم زنک جان، 1000 رحمتی کلام. من زنک یک رفیق، من یک دوست، یک برادر، من وعده داده بودم که بعد کار میام اوید یک مثلا هم صحبت میشیم، گپ میزنیم، مصلحت میکنیم. راستی گپ خودیرم برآمده همی کار برآمدم و دویده کرده پیشت اومدم که خیلی یاد میکنم زنک. ولی چیه خودی رسون کنم زنک جان، جانم شوی نشبه که با همی سخنهای مادرم برنجی. خیلی مادره که سخنهای پست بلند گپ میزنه، چیزی میگه نمیگه، همین را فراموش نکنی که برای خوبی موتره میگه، برای سربلندی موتره میگه، برای مستحکم بودن اویله ما را میگه. همین زنک جان خاطر خواهش زنک جان که قدرتی من چه بودم. خوب شده است. 1000 رحمت زنک، 1000 رحمت که میفهمی برای 1000 رحمت. سلامت باش. من برم نباشد من شما بوسه میکنم. خب برم. ناز رفته کنید. سلامت باش. ای زنک گفتم تو رو برو با خیلی بکار نمیشین یا باید همین باید بجیم بیا. شما همه کاستوم حاضر میپوشید؟ جمع کن از طرفش کن. همه چی لباسی زمستونای هسته، چی لباسی غازی بهاری هسته، همه چه جمع کن. جمع کنم برای وقت زنک چی شید بخیره؟ اوی چی گردم آخی زنک دارو تو بردم خوردی هم دارو برست سری وقت راسته از جدا برامد. زنک انمی ما یه عادتی بزید داریم که انمی قدر کاره ها انمی قم میکنی. گفتم که سری وقت همون دارو را میخورم. بیا بشی بیا. این مالی رفته کاسته بغشتم در کن. کاسه و طبق زر باید سلامتی حاضر میگذارد اخراج خالم شما بیون کاسته بغم نشده هم کاسه و طبق شده من میرم ایشون برای در کردست یک گردن برای بشی دم بگی یکم ترک اوزو چه یکم ترک سرت بده. شما کاسته بغ میشود من خودم میشم اخراج میگذارد دارو میخورم میگذارد تمام. ای زنک بسیم که وقتی کاسه و طبق نیستی سلامتی را نگاه کردن در کار. سلامتی مهمه. بیا کلی او کلی یا آبی گرمای خنده که بیار دک جایی دم جایی کلی هی چجانی ما اومدیم. کش بابا اینه اوچه جان چو کدین اوچه اومدین. من توی با فکر کن که زن دادم شونه اوچه جانی ما کسخور را شدم. من ببین تو کسا شدی آخه زن دادم که تو کسا طبق نشویده ایجا. اوچه جانی ما زندگی همین اوچه باید یا دیگر رو دستگیری کنی، باید دبر یا دیگر باشه اوچه. اگه من درستی که کسا نمیشتیم اوچه
هم اوچه کم درک مزش گریخته. مزهش نیسته؟ نیست مزش نیست اوچا. به مزهش نرولی. مزهش که گریخته برخونی اوتش پرتو سهر شبه با میگوید اینجا بیا وزی من مزهش نمیبرم اینجا بیا اولی با مزهش گریخته اینجا بیا من مزهش نمیبرم بیا اینم باید اینه بینه تا اینم به مزه شده هیچ تو چکو کنی که به مزه شدی؟ السلام علیکم. نفس آمده؟ تو چیکار داری؟ من نغز آمدیم گنده آمدیم تو چیکار داری؟ با چیکار داری که به مزه کردی خودت؟ گردم قبیده است. گردات قبیده است؟ خیلی به مزه که بودی شوهر نمیکردی هر روز دیگه در خونه ما تخته به مزه میکنی من نگفته بودم من گفتم که توری بالای سری بچه ما لانه میمونی و تخم میمونی اگه بچه ما تیا دوست میداره میدونی که تیا دوست میداره تیا مهربانی میکنه زنک جان میگه اصلی که میگه دیگه بالای سری بچه میبروی بچه ما کستوقشو میکنی خونم کلین آوردم که گوری خونم نکنم این کستوق ما که بچه میشوش خونم ما که بچه میرو من بچه ما زن نمیدادم اخی خیریت کمی دگونم گفت که بیا قطید خونت میرم خیریت نواد اگرنی شرمندگی این خبری خونه ما با همه جا پرند میشود که کلین زدن که انسانیری سبقینی خونه شیشته بیمازه شده و بچه کستوق میشه و کوری خونه میکنه وای داد اوچه جانی من هر وقتی کار دا میرم با دیلی پر کار دا میرم اوچه که شما در خونه هستیم خیلی میخوامه که اوچه مزش نیست پیست و پی گرده داره اوچه جان موچه خیلی زنی که در همین حالات نمیفهمین زنی مرا اوچه خیلی زنی که اوچه جان درک نمیکنین و شما باید بفهمین اوچه من مردم اگر زن درک نفهمیدم من زن درک نکردم اوچه من شما زنین اوچه جان شما باید بفهمین من نفهمیدم اوچه جان شما باید مرا بفهمونه که بچه جان زن تا درک کرد در حالت پستی در حالت سختی در حالت بیماری در بر زنت باش اوچه شما برعکس میگین زنت بهانه کرده است زنت خش کسل کرده است اوچه دیدی کاری کردگی تا دیدی که مادر با بچه چپ کردی دیدی کاری کردگی تا ما نمی خیلی در میگروین نمی خیلی خطونا مهربانی دو روز نشان میتین بچه های گنده میکنن این دا بچه ها کشتامنو گنده میشن دیدی که بچه من روی تو من علکشون بینی میکنه میبخشی بچه میبخشی علکه پشتی زن تا گرفتن از سر کردی میبخشی اوچه جان خواهیش میکنم مرا ندرست نفهمین اوچه ایما خفه نشین من نه طرف شما را گرفتم اوچه من نه طرف زن ما گرفتم اوچه خدایی جان باید حقجو باشه اوچه حقگو باشه اما وقت طرفی حق باشه اوچه من هیچ وقت طرفی زن ما نمیگیرم اوچه من حقیقت گفتیستم اوچه جان اوچه جانی من مرده که خچه مرد میگیره خچه مرد میشموره نیکی زن شه مادری فرزندوش در حالت بیماری در حالت سختی در حالت حامله‌داری اگر حس نکنه درک نکنه در برش نباشه اون مرد نیست اوچه اون مرد گفتن نادرسته اوچه اوچه جان خواهش میکنم التماس من خیلی که همه وقت زن تاکید میکنم کوشش میکنم التماس میکنم که همه وقت حرمت عزت مادر ما به جا بیار همه وقت حرمت عزت مادر ما در جای اول بدون هیچ وقت سخن مادر ما ده نکرد و این چونین اوچه جان اشمام خواهش میکنم التماس میکنم اوچه جان خیلی که خوشبختی اپا و خواهرام ما میخواهین من همی خوشبختی زنی مرم بخواهین اوچه جان همی زنی مرم ایدختراتون کم ندونین اوچه جان همی زنی مرم به جای فرزندی خطام بدونین اوچه جان خواهش میکنم اوچه رجب علی ایبرونی